داتاورس تقدیم می کند. بگذار بیاید. نویسنده مرتضی شعیبی، گوینده مهدی زمانی. هر چیز نقطه شروعی دارد، نقطه‌ای که همه چیز از آن سرچشمه می‌گیرد تا در بقیه اجزای داستان زندگی ما جریان پیدا کند. اما قصه من از وسط یک آشنایی با سمت جدیدی از خودم شروع می شود، سمتی که باعث نگاه و نگرش جدیدم نسبت به کل دنیای اطرافم شد. آن سمتی که همیشه می دانستم جایی درون من است، اما فراموش شده و خاک خورده روی یکی از تاقچه های ذهنم رها مانده بود. شاید حالا خیلی از آن اتفاقات را به خاطر خاصیت در لحظه بودن آن جریان به یاد نمی آورم، اما به هر حال به یاد دارم که آن اتفاق در یک شب رخ داد. شبی بسیار عادی و سرد بود، مثل همه شب‌های زمستانی دیگر زندگی که به یاد نمی آورم از کجا می آمدم و به کجا می رفتم. فقط می دانم با ذهنی شلوغ‌تر از بزرگترین ترافیک هایی که جهان مدرن به چشم خود دیده بود، در خیابانی که در شلوغ بودن دست کمی از ذهنم نداشت، در حال قدم زدن بودم، با حالتی خنثی و بی‌طرف، نه نزدیک به سیاهی و نه حتی ذره‌ای شبیه سفیدی، چیزی میان آن دو. صحنه‌هایی تصادفی از گذشته در ذهنم می آمد و می رفت. لحظات شاد باعث لبخند زدنم می شد و لحظات تلخ دلیل بر در هم رفتن اخم‌هایم. دم به دم به خود آمده سعی می کردم جلوی احساساتم را بگیرم تا به دیده مردمی که در خیابان هستند عجیب به نظر نرسم و من را در آن حالت جدال با خودم نبینند. مثل خودشان که واضح بود از من غرق‌ترن و دست و پا میزنند که بیش از این فرو نروند. برعکس من که هرچه بیشتر در افکارم عمیق‌تر میشوم، بیشتر خود را رها میکردم. با هر گام که برمی داشتم قدم هام سست‌تر میشد و نگاهم به پایین خیره‌تر، به همان اندازه که به ذهن آشفته خود اجازه میدادم من را بیشتر در خود غرق کند. از دنیای اطراف و واقعیتی که در آن وجود داشتم خارج می شدم، به حدی که دیگر اختیار بدن خود را نداشتم و همه چیز ناخودآگاه پیش می رفت. دیگر نه تنها توانایی کنترل کردن تکان خوردن عضلات صورتم را نداشتم، بلکه دستهایم نیز سرخود حرکت می کردند و مابقی اعضای بدنم درگیر یک مناظره با عنوانی نامشخص شده بودند، به بحثی که تنها خودم در آن شریک بودم و با محوریت خودم پیش می رفت. در آن لحظه حسی بسیار نزدیک به آزادی داشتم، حسی غیر قابل وصف ولی ملموس که انگار برایم آشنا بود، اما این اولین بار بود که تجربهش می کردم. این گونه که انگار روحم بالای جسمم قرار گرفته و آنجا ناظر بر خودم بودم. شاید هم فقط یک آرامش قبل از طوفان بود، نمیدانم. دستهایم را در جیب‌های شلوارم بردم، سرم را پایین انداختم و به قدم زدن ادامه دادم. چندین دفعه به چند نفر برخورد کردم. پرت و بی حواس، در حینی که درگیر کشمکش‌های ذهنی خود بودم، ازدحام فکریم داشت شدت بیشتری می گرفت. در یکی از کوچه‌های تاریک روبرویم برق چشمانی توجهم را جلب کرد. نگاهش پر سر و صدا بود و من را صدا می‌زد، آنقدر بلند که صدایش را همچون ماده‌ای فیزیکی احساس می‌کردم و حجم آن کل خیابان را پر کرده بود. از هر سمت و سوی صدایش را می‌شنیدم. گوش‌هایم را به درد می‌آورد. مات و مبهوت به دور و برم نگاه می‌کردم. به گمانم واقعاً داشت من را صدا می‌کرد. هیچ کس جز من متوجه آن نبود. همه راهشان را می‌رفتند و فقط من بودم که آن ندا را می‌شنید. عجیب بود و زجرآور. سرم داشت از بلندی صدایش می‌ترکید. چشمانم در جمجمه به لرزه در آمده بود. انگار فضای اطرافم مرتعش می‌شد. در همین لحظه بوی تعفنی را احساس کردم. بویی که فکر می‌کنم قبلا احساس کردم، اما در آن لحظه نمی‌شناختم. دو گوش خود را با کف دستهایم محکم فشار دادم. از آن ناله‌های گوشخراش حد زدم که ندا و نجوای کمک خواستن است و حتما از من کمک می‌خواهد.